اما خونه پاتریکی و داخل بیکی لباسه بریم. امروز اومدیم بریم خونه پاتریک رو چک کنیم یعنی تو چیا هست. بریم تو خونه. خب اینجا جایی که میشینه این هم مثل خونه گوسفندی تلویزیونه مثلا. روشن کنه زن چوب نیمه در گوش کن. اینجا اون اتاقشه نمیدونم چیست. پادریک باید درس کنه. اینجا اون آشپزخونه مخصوص خود پادریک واسه خورد و خوراکش. به به خونه پادریک خونه کوچیکه چیز خاصی نداره. خونه پادریک هم که رفتیم. دفعه بعدی شما به یکی کدوم خونه بریم. خونه باب اسفنجی و اختاپوس هم قسمت قبل رفتیم. داخل کامنت ها بگید نظرتون رو بنویسید و بگید دفعه بعدی کجا بریم. صاحب کنید.